شاید باورتون نشه ولی شگفت‌انگیزانه 3 به اینکه فروزان شرور اصلیش باشه احتیاج داره. با اینکه فروزان توی شگفت‌انگیزان 1 و 2 یک شخصیت جانبی دوست داشتنی بود، اما حالا موقعشه که خودشون نشون بده. در پایان شگفت‌انگیزان 2 اونها بالاخره تونستن حضور ابرقهرمان‌ها رو قانونی کنن و این یعنی ابرقهرمان‌ها آزاد بودن که شهروندان رو نجات بدن و با جرم و جنایت مبارزه کنن و این اتفاق مدیون خانواده شگفت‌انگیزان بود. حالا اونا تبدیل به سوپر استار شدن و رفتن روی جلد مجله ها و پوسترها. در همین گوشه و کنار هم هست که فروزان هم برای نجات مردم از جاش بلند شد، اما متاسفانه اون جزء شگفت‌انگیزان نبود و سر یک مأموریت مهم و جدی فقط شگفت‌انگیزان فرستاده شدن و فروزان رو تنها گذاشتن تا اینکه بالاخره تصمیم گرفت که باید شگفت‌انگیزان رو حذف کنه تا دوباره بتونه بزرگترین ابرقهرمان باشه. اما این کار باعث شده که اون در عوض تبدیل به بزرگترین ابرشرور داستان بشه. خوب نظر شما راجع به این تئوری در رابطه با داستان شگفت‌انگیزان